کلا کوه که به آدم خیلی انرژی میده. روحی آدم اصلا به کل عوض میکنه. خب کوه که جای خودش، ولی من حس میکنم انرژی مثبتم بیشتر به خاطر وجود توئه. واقعا؟ انرژی میگیری؟ آره، حتی خیلی بیشتر از اون قدیما. ولی من بهت حسی ندارم. یعنی از من بدت میاد؟ نه بدم که نمیاد، ولی خب بهت حسی هم ندارم. بدت میاد دیگه. نه بدم که نمیاد، اگه بدم میومد که اینجا نبودم. میدونی نازنین، پس دوباره باید مثل قبل منتظر باشم بازم بری با یکی دیگه. اون موقعا که میگفتی دوستم داری، چه خوبه یه نفر آدمو دوست داشته باشه، این شد وضعمون. حالا که دیگه هیچ حسی هم بهم نداری، خب تنفر از این بالاتر هم مگه هست؟ خب چیکار کنم؟ عاشقش شده بودم، آخرش هم که به چیزی نرسیدیم.